عاقبت قاتل مایکل جکسون چه شد؟ دکتر کانراد موری، متخصص قلب، فقط چند هفته قبل از مرگ مایکل به عنوان پزشک مخصوص او استخدام شد تا در آخرین تور جهانی مایکل همراه او باشد. مایکل مدت‌ها بود که مشکل بیخوابی داشت. بعد از اینکه سایر پزشکان با تجویز داروهای قوی مخالفت کردند، دکتر موری پذیرفت که در ازای دریافت دستمزدی عالی مشکل مایکل را حل کند. پروپوفول دارویی است که باید فقط برای بیهوشی و در محیط بیمارستان و زیر نظر متخصصین بیهوشی استفاده شود. ولی دکتر موری در آخرین شب زندگی مایکل برای رفع مشکل بیخوابی مایکل مقدار زیادی از این دارو را به او تزریق کرد بدون اینکه علائم او را کنترل کند. بعد از ایست قلبی مایکل، موری به جای تماس با اورژانس مشغول جمع‌آوری داروهای غیر مجاز خود شد. او حتی عملیات ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی را به درستی انجام نداد. دکتر موری به دلیل قصور پزشکی به قتل غیر عمد مایکل جکسون متهم و به 4 سال زندان محکوم شد. کانراد موری بعد از گذراندن 2 سال از دوران محکومیتش آزاد شد، ولی مجوز طبابت او در چند ایالت آمریکا برای همیشه باطل شده است. دکتر موری هیچ وقت به خاطر اشتباهش ابراز ندامت و عذرخواهی نکرد.